سلام بر شما. در برنامه نویدی بامدادی امروز بازار سلطان کبیر را در دوشنبه می‌بندند. تقدیر صدها صاحبکار چی می شود؟ نجات 3 نفر در دوشنبه که بیش از 1 ساعت در داخل لیفت ویران درمانده بودند و سیر به مسجد شیخ مصلح الدین خوجند و نقل‌های جالب درباره کبوترهای آن. شهرداری دوشنبه گفته است بر اساس گین پلان یا نقشه کل پایتخت تاجیکستان از 1 مارس سال 2022 بازار سلطان کبیر را بسته صاحبکاران را در محل دیگر جابجا خواهد کرد. قرار در این باره روز 24 نوامبر صادر شد. مقامات گفتند با این کار 3 کوچه پایتخت را به طلبات معماری و شهرسازی معاصر موافق کرده حرکت بی ممانعت ماشین‌ها را تامین می‌کنند. بنا به قرار نو کار جمعیت فیضی سعید، آسیا و مرکز سودای مدد نیز بس خواهد شد. بنیاد شهرک طبی، مرکزهای سالمگردانی با منطقه سبزکارکنی استفاده عموم هنوز در نقشه گنرالی شهر دوشنبه در سال 1983 تهیه و تصدیق شده بود. آمده است در بیانیه شهرداری. نظر تاجران و مالکان بازار و مرکزهای سودا هنوز معلوم نیست. مقامات دوشنبه در گذشته با بهانه گین پلان بازار شاه منصور را ویران کرده بودند. آن زمان دهها سوداگر شکایت داشتند که به جای کار مانده در پرداخت قرضهای بانکی به مشکل دچار شدند. هنوز معلوم نیست که فروشندگان بازار سلطان کبیر را به کجا می‌کوشانند. سلطان کبیر یک از بازارهای اساسی فروش محصولات ساختمانی در تاجیکستان است. آن را سال 2000 ساختند و در آنجا 1700 نفر کار می‌کنند. بازار چند دفعه آتش گرفته بود. با پیوندان محمد علی حید عضو زندانی حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی اجازه ندادند که با او ملاقات کنند. مسئولان بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه گفتند وی ترتیبات را ویران کرد ولی شرح ندادند که چرا. این در حالی است که یک مسئول اداره زندان‌های تاجیکستان میگوید که آنها به دیداربینی رضایت داده بودند. محمد علی حید معاون پیشین رئیس حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی به حبس 1 عمری محکوم شده است. نزدیکانش در نیم سال 1 بار حق دارند او را از نزدیک ببینند. صبرنسا جورابک و همسر محمد علی حید 24 نوامبر به رادیوی آزادی گفت امروز وقت ملاقات بود اما او، پسرش و خواهر شوهرش ناامید به خانه برگشتند. گفتند که ترتیبات را ویران کرده است. پرسیدم کدام نظام را ویران کرد؟ پاسخ ندادند. مسئولان سیزا گفتند که ملاقات اجازه داده نمی شود. نقل کرد جورابک و یک کارمند سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه به ذکر نامش گفت در این باره به آنها خبر نرسیده است. برای ملاقات عریضه نوشته بودند، اجازه داده شد. عریضه را به دست همسر حید دادیم، می توانند روند و ملاقات کنند، گفت همصحبت ما. صبرنسا جورابک و میگوید در حقیقت جواب عریضه نوشته‌اش را دادند ولی در بازداشتگاه آن را قبول نکردند. خانواده محمد علی حید 6 ماه قبل در روز 22 می با او در بازداشتگاه ملاقات داشتند. آن زمان او گفته بود که مسئولان زندان رادیو و چایلیک آبجوشانی‌اش را گرفتند. محمد علی حید سال 2016 در یک مرافعه پس درهای بسته بر اساس 14 بند کدکس جنایی از جمله تروریسم و اکستریمیسم به حکم ابد محکوم شده است. هرچند او و نزدیکانش قرار دادگاه را بی اساس و دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده 3 نفر را از داخل لیفت درمانده نجات دادند. در خبرنامه کمیته حالتهای فوق‌العاده آمده است که حادثه نیمه روز 23 نوامبر در یکی از بناهای بلند آشانه کوچه سعدی شیرازی رخ داد. به گفته منبع 3 ساکن این بنا بعد بازگشت به خانه در داخل لیفت درماندند و 1 ساعت در داخل آن بودند. نجات دهندگان کمیته در ظرف 15 دقیقه در لیفت را باز کردند و 3 نفر شهروندان را بیرون کردند. احوال آنها به گفته مسئولین کمیته خوب است و به یاری طبی نیاز نداشتند. این یگانه حادثه درماندن ساکنان پایتخت در داخل لیفت نیست. قبلا نیز شکایت‌های زیاد درباره خوب کار نکردن لیفت‌ها در بلند آشیانه‌های شهر دوشنبه رسانه‌ای شده بود. بیننده عزیز، اگر شما هم شاهد چنین حالت بودید یا در این باره می‌دانید لطفاً به ما نویسید. حالا می رویم به شهر خوجند. هر نفری که به خوجند و مخصوصاً به مرکز آن بازار پنجشنبه رفته است حتما از کبوترهای نزد مسجد شیخ مصلح الدین دیدن می کند. در تاجیکستان شاید چنین مسجد دیگر نباشد که در نزدش همیشه کبوتران زیاد جمع می شوند. همه روزه مهمانان و نمازگزاران مسجد به نزد این کبوترها می آیند و با آنها دانه می دهند. ادامه این نقل جالب را در گزارش فرزان محمدی همراه می بینیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
همه دهها ساکنان و مهمانان شهر خوجند به موضع ریگستان پنجشنبه می آیند و در صحن مسجد شیخ مصلح الدین به کبوترها دان می پاشند و دعا و نیت می گویند. هرچند دقیق نیست که از کی در اینجا کفترها مقیم هستند، ولی مردم از آن همچون کفتری پیرم نام می برند. آنها می گویند کفتر یا خود کبوتر یک پرنده پسندیده خداوند است و خیر و سخا به آن باعث به قبول دعاها می گردد. همه سیرا بشود، از آن شود، بچه ها همه روز بیند، یا مورد راز بیند، همه شود، عزت با شود. پیرا ایمان محمد دیگر. زمانات اینجا اون پاش آمه اصل کم نکند. این کفتر اینجا میخواد. این کفتر خاصیتش همین که آدم کفتر نو میبیند. این کفتر رو آدم با دوست میشد. چون هر خاندان برای مور خاندان کفتر هست. این کفتر خاصیتش نو ده. با فرا رسیدن سردی ها سیله زیادی کبوترها از دشت و صحرا به موضع مسجد شیخ مصلح الدین شهر خوجند برمیگردند. این کفترها رام شده نیستند و برعکس نگهبانان مسجد آنها را یابایی میگویند. ولی در اینجا روزانه از سخاوت مردم روزی مییابند و شبانه زیر گنبد مقبره شیخ مصلح الدین پناه میبرند. کم زیاد شدن کفترها در کمپلکس معماری شیخ مصلح الدین این به همان دان وابستگی دارد و خوراکی آنها وابستگی دارد. وقتی که در دشت و صحرا دان ها زیاد است آنها می روند، لیکن همه نمی روند. ممکن یک قسمی کمی آنها به صحرا می روند، لیکن اکثرا رزق آنها را خدا در همین مجمع شیخ مصلح الدین در ریگستان پنجشنبه داده است که مردم دان می بیارند و دان می پوشند، با همان زندگانی می کنند. سیاحت کنندگان میگویند به فرق از شهرهای دیگر تاجیکستان خوجند را با همین رمزش میشناسند و به تماشایش میآیند. به اندیشه آنها در یک جا نگه داشتن پرنده های یابایی کار آسان نیست و این نوع پرنده به خود جای مقدس میجوید. بعد از 3 ماه کشته شدن فهیمی دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان جبهه نفر دیگر را به جای او تعیین کرده است. روزنامه 8 صبح چاپی کابل روز 24 نوامبر گفت صبغت الله احمدی رئیس کمیته روابط استراتژیک جبهه مقاومت و سخنگوی آن تعیین شده است. خود احمدی در تماس با این روزنامه این خبر را تصدیق کرده است. صبغت الله احمدی در زمان حکومت اشرف غنی یک مدت سخنگوی وزارت کارهای خارجه افغانستان بود. او بعداً به عنوان یاور و سخنگوی صلاح الدین ربانی کار میکرد. احمدی همچنین تجربه کار در تلویزیون 1 و تلونیوز را دارد. سخنگوی پیشتر جبهه مقاومت فهیمی دشتی 3 ماه پیش در جریان حمله طالبان به دره پنجشیر کشته شد. او از روزنامه‌نگاران شناخته افغانستان بود و سالها همراه احمد شاه مسعود کار کرده است. جبهه مقاومت بعد تصرف افغانستان از سوی طالبان در ماه آگوست زیر رهبری احمد مسعود فرزند قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود تشکیل شد. نیروهای جبهه اساساً در دره پنجشیر مستقر هستند. مسئولین حکومت طالبان میگویند نیروهای جبهه مقاومت را شکست داده پنجشیر را پر از دست آنها گرفتند، ولی نمایندگان جبهه گفتند آنها حالا هم قسمتی از خاک پنجشیر را زیر نظارت دارند. درباره در کجا بودن رهبر جبهه احمد مسعود اطلاع دقیق در دست نیست. گفته می شود که او در تاجیکستان است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 نوامبر را فرا می گیرد. بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در هیئت ازبکستان به جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی، روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی، سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویکای تاجیکستان تبدیل شد. حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است، بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اکثر رهبران تاجیکستانی صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند. 25 نوامبر با قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت زنان و دختران است. پرسش‌های افکاری عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده‌های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزار آنها در عائله می‌شود.
25 نوامبر سال 1887 دانشمند برجسته رستنی‌شناس و محقق نوهای گندم تاجیکستان اکادمیک نیکولای واویلوف تولد شده است. این دانشمند روس در 57 سال عمرش برای تحقیق و جمع‌آوری نوهای نادر و مهم دانه‌های رستنی‌های حیاتاً ضرور کاری زیادی انجام داده است. از جمله واویلوف معلوم کرده است که در منطقه‌های پامیر تاجیکستان دانه‌های نرم گندم و نسکو نخود می‌روید و 7000 نمونه چنین دانه‌ها را برای حفظ و افزایش به پژوهشگاه‌های روسیه فرستاد. او یکی از برجسته‌ترین دانشمندان دوران استالینی است که با تهمت سیاسی حبس شده سال 1943 بر اثر بیماری‌های زیاد درگذشت. بعد مرگ استالین بیگناه اعلام شده است. осон ва дастрас хабарҳои навро аз канали телеграмми радиои озодӣ пайдо кунед. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در تاجیکستان کم بالا رفت. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 151 سوم و 20 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1129 سوم و 99 درم برابر است. بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. خبرهای از این بیشتر را در سامانه ما با نشان azadi.org پیدا کنید. نوشتن نظر و پیشنهاد خود را فراموش نسازید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.